بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما عزیزان، امیدوارم هر کجای میهنمون هستید سالم و تندرست باشید و هموطنان عزیزمون در خارج از کشور هم انشالله که تندرست و سالم هستند و خواهند بود. امروز دوستان در خدمتون هستیم با یک آموزش خیلی عالی درباره تعیین نواحی مهم چارت. ببینید دوستان، ما وقتی چارت هر جفت ارزی رو باز میکنیم، حالا چه کریپتو باشه و چه خدمت شما عرض کنم جفت ارزها باشه، طلا باشه و سهام باشه، اولین کاری که ما باید انجام بدیم این که نواحی مهم چارت را برای خودمون مشخص کنیم. قبل از اینکه برم سر اصل موضوع، ازتون خواهش میکنم که حتما کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله بغل را بزنید تا هر موقع که ما یک آموزش رو انشالله میذاریم شما اون رو دریافت کنید و بقیه عزیزانمون هم در سراسر کشور و جهان بتونن از این آموزش ها سود ببرن. نکته دیگه هم این که من به نقطه نظرات شما خیلی اهمیت میدم دوستان. حتما نقطه نظرات خودتون رو انشالله توی کامنت ها برام بنویسید. من دوست دارم که کامنت های شما رو بخونم. شاید واقعا مطلبی باشه که شما بهتر از من بلدید، بهتر از من میدونید و اون رو به اشتراک بذاریم با دوستان دیگه توی همین کانال و انشالله بتونیم توی این کانال با هم دیگه یک چیزهایی را یاد بگیریم که تا حالا توی فضای مجازی گفته نشده باشه. دوستان، این مطالبی را که من میخوام خدمتتون عرض کنم واقعا الان بحث اندیکاتور هست. اصلا من هیچ اندیکاتوری رو الان روی چارت نمیندازم. بحث اندیکاتورها و استفاده از اونها هم انشالله توی جلسات آینده حتما خدمتتون خواهم گفت که حالا چه اندیکاتورهایی ما میتونیم توی چارت کمک بگیریم در کنار استراتژی هامون. ما استراتژی هایی که بر پایه RTM هستن، بر پایه ICT هستن دوستان و خیلی از استراتژی دیگه که دوستان توی کانالشون معرفی میکنن را یک اندیکاتورهایی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله در کنار اونا بتونید استفاده بکنید و توی این استراتژیاتون موفق بیرون بیایید. خب اطاله کلام نکنیم، بریم سر اصل موضوع. ببینید دوستان، اگر دقت بفرمایید الان یک چارت بیت کوین 15 دقیقه ما داریم. برای اینکه بدونیم کجای چارت ما مهمترین جا هست و کجای چارت ما قیمت وقتی بهش برسه بهش عکس العمل نشان میده و این مسئله رو انشالله میخوایم امروز با هم دیگه بررسی کنیم. شاید بگین اوردر بلاک ها، شاید بگین خب یک اندیکاتورهایی هستن که این کار رو انجام میدن. درسته اندیکاتورهایی هستن، من منکر این نیستم، ولی وقتی شما خودتون تشخیص بدید دقت انسان خیلی بالاتر از ماشینه و خودتون اگر بتونید این کار رو توی چارت انجام بدید، خود اوردر بلاک ها رو خودتون بشناسید، خودتون دقیق تر اینها رو بررسی بکنید، خب قاعدتاً خطای کار هم کمتر خواهد بود. قبل از اینکه در مورد نقاط مهم بگم دوستان، ما در مورد سایکل بازار میخوایم ان شاءالله براتون توضیح بدیم تو آینده توی قسمت بعدی که سایکل بازار چی هست. نگاه کنید، بازار دوستان یک سایکل داره، یک خدمت شما هست که چرخه داره. الان دقت بکنید، این به صورت یک هلالی شکل چارت ما اینجا در اومده و اگر دقت بکنید از این جایی حرکت کرده. من مشخص بکنم براتون، من با فلش این رو مشخص بکنم که مشخص باشه براتون. نگاه کنید دوستان، ما از اینجا اگر دقت بکنید چارت حرکت کرده به سمت بالا و حرکت کرده و همینطور حرکت کرده و الان اومده به سمت پایین و توی این قسمت الان چارت ما هست. باید این چارت یک حرکت این شکلی رو دوباره بزنه یا بیاد پایین که
ما این رو باید تشخیص بدیم. این رو در مورد سایکل های بازار ما انشالله توضیح میدیم که چه موقع چارت ممکنه اینجا بره بالا و چه موقع چارت بیاد پایین. این رو انشالله توی اولین فرصت خدمتون توضیح خواهیم داد. حالا قبل از اینکه من نوایی چارت رو بگیم، حتما انشالله ما رو دنبال کنید، چیزای خوبی براتون داریم. ما نمیخوایم ترید رو بر اساس احساسات انجام بدیم. حرفای من هم تحمل کنید دوستان، اگر زیاد حرف میزنم تحمل کنید. خواهش میکنم شما سرمایه‌تون رو میخواد بذارید توی این بازار، شما میخواید پولی که با زحمت جور کردید رو بذارید توی بازار و نمیخوام احساساتی عمل کنید. بشینید پای صحبتای ما، برنامه ما تجربه داریم اومدیم اینجا و میخوایم اون تجربه رو در اختیار شما قرار بدیم. سبکای مختلف انشالله با هم دیگه کار میکنیم. امروز در مورد نقاط مهم چارت با هم دیگه صحبت میکنیم و اصلا روی چارت میریم و میبینیم که واقعا این چطور این اتفاق میفته و خودتونم بعد از این که من این کار رو انجام دادم حتما برید توی چارت و تست کنید. خب بریم سر اصل موضوع. دوستان نگاه بکنید، بعضی جاها مثل همین جا که الان چارت به سمت بالا حرکت کرده، چطور ما اینو تشخیص بدیم؟ چطور ما بدونیم که بعدن چارت حرکت میکنه، میاد دور میزنه، میاد میخوره به این ناحیه؟ چطور اینو تعیین کنیم؟ نگاه کنید دوستان، جاهایی توی چارت وجود داره به نام جاهای نقدینگی، یعنی جاهایی که اونجا اوردرهای زیادی خوابیدن، اوردرهای بسیاری خوابیدن و منتظرن که چارت به اون ناحیه برسه و چارت رو پرتاب کنن، حالا یا به سمت پایین یا به سمت بالا. اگر اوردرهای خرید باشه قشنگ میاد و چارت رو حرکت میده. نگاه کنید اینجا، اگر دقت بکنید این قسمت چرا پایین تر نیومده؟ چرا نیومده اینجاها؟ چرا نیومده بالاتر حرکت کنه؟ اومده دقیق اینجا حرکت کرده. علت چی بوده؟ علت این بوده که این قسمت نقدینگی های بسیاری بوده، این قسمت نقدینگی های بسیاری بوده و باعث شده که موقعی که چارت بیاد پایین و اینجا اوردر رو بگیره و بره سمت بالا. خب حالا چطوری ما این نقاط رو بدونیم؟ چطوری تشخیصشون بدیم؟ ما امروز میخوام در مورد این صحبت کنیم. نگاه کنید دوستان، وقتی که یک چارت به سمت بالا حرکت میکنه، مثل اینجا که الان اومده و چارت به سمت بالا حرکت کرده، اگر دقت بکنید یک سری کندل ها اینجا شما میبینید، درسته؟ یک سری کندل ها رو میبینید. ما اینجا باید کندلی رو انتخاب کنیم که باعث رفتن چارت به بالا شده. نگاه کنید اینجا این کندل رو ببینید، این رو ببینید، این قرمز رنگه، این قرمز رنگی رو میخوام ببینید. بله این کندل قرمز رنگه، بعد چارت کار کرده، بعد چارت حرکت کرده رفته سمت بالا. اگر دقت کنید یعنی ما با این کندل قرمز کار داریم. این کندل قرمزه باعث شده که چارت بعدش حرکت کنه و بره به سمت بالا. ما با این کار داریم. خب چی کار میکنیم؟ میایم توی ابزارهای تریدینگ ویو این ابزار رو انتخاب میکنیم، ابزاری که الان محدوده رو مشخص میکنه. میایم از بالا تا پایین این کندل قرمز رنگ رو برای خودمون یک خطی دوستان میندازیم. نگاه کنید به این شکل. البته اینجا رفت توی سبز رنگه، من دقیق تر براتون بکشم، میخوام که کارم دقیق باشه. نگاه کنید دوستان، اینجا دقیقاً اینجا باشه، روی این کندل قرمز باشه. دقت کنید تا آخرش. حالا اگه شادو هم داره، اون شادوش هم دوستان انتخاب کنید، یعنی اون شادو هم حتما انتخاب بشه. الان من اینجا دقیق نوشتم، شما دقیق بکشید. اگر میخواید دقیق هم بشه این آهنربای هست توی این قسمت، میتونید آهنربای هم روشن کنید و ازش استفاده بکنید دقیق تر کشیده بشه. خب ما این محدوده رو کشیدیم دوستان، حالا باید چیکار کنیم؟ حالا باید منتظر باشیم تا چارت به این برگرده.
نگاه کنید دوستان، من الان رفتم جلوتر، نگاه کنید الان چارت رسیده بهش، یعنی ما الان لایو مارکت هستیم دیگه، بیت کوین 15 دقیقه هستیم و چارت اگر به این برسه باید چیکار کنه؟ باید بیاد و به این نقطه واکنش نشون بده، یعنی باید بیاد به این قسمت، باید وارد این محدوده بشه و به سمت بالا حرکت کنه. حالا در یه صورت هم امکان داره، بازار که نمیشه روش حساب کرد، حرکت چارت که نمیشه روش حساب کرد، ممکنه این محدوده هم بشکنه و بره پایین تر دوستان. حالا در مورد شکستن این محدوده هم تو آینده باهاتون صحبت میکنیم، ولی اینکه شما چطور این محدوده ها را بکشید هدف من امشب بود و میخوام امشب براتون توضیح بدم که به چه. خب بریم سر جای دیگه چارت ببینیم چه اتفاقاتی توی چارت افتاده و توی چارت اینا رو ترسیم کنیم دوستان. الان این ناحیه رو نگاه کنین، چارت چی شده؟ حرکت کرده به سمت پایین، یعنی چارت اومده چیکار کرده؟ چارت اومده به سمت پایین حرکتی رو انجام داده، یعنی اینجا اومده به این شکل و حرکت رو انجام داده و ما این لگ رو توی حالت لگ نزولی هست رو اینجا داریم. خب حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم عاملی که باعث شده، دقت کنید چی میگم خدمتون، اون کندلی که باعث شده حرکت کنه و به سمت پایین این چارت بره رو میخوایم خدمتون معرفی کنیم. آسون هست دیگه، یک کندل سبز رنگ علت این هست دوستان. اگر دقت بکنید تو این محدوده یک کندل سبز رنگ خیلی قوی، این کندلای کوچیک رو انتخاب نکنید دوستان، این کندلای کوچیک رو انتخاب نکنید. ما منظورمون این کندل هست، دقت کردین؟ منظورمون این کندل. اگر دقت بکنید بعد از این کندل چارت یک کندل قرمز خیلی بلند کشیده و به سمت پایین ریخته. ما منظورمون کندل هایی است که حالا اگر شادو هم داشته باشن داره بادی، داره بدنه خیلی خیلی بزرگی باشه، منظورمون اون قسمت هست. و اگر دقت بکنید من الان با یک محدوده این رو برای مشخص میکنم و میتونیم توی آینده بازار منتظر باشیم تا دوستان این به این شکل، یعنی ما از شادو بالا تا شادو پایین این کندل را انتخاب کردیم و منتظر میمونیم تا اینکه یه زمانی چارت به این محدوده برسه دوستان. اگر چارت به این محدوده برسه 100% عکس العمل خواهد کرد و ما این شکلی میتونیم نواحی را برای خودمون مشخص کنیم. بریم این ناحیه دیگه هم براتون مشخص کنیم دوستان. این ناحیه یک نکته رو من اینجا بگم دوستان، نواحی را انتخاب کنید که چارت یهویی رفته بالا، یعنی یهو پرتاب شده، اونا بهترن. یعنی هرچی کندلی که مسبب این کار شده قوی تر بوده و بلندتر بوده اونجا ناحیه بهتری هست. نگاه کنید الان اینجا رو نگاه کنید، این کندل قرمزه رو ببینید، این کندل قرمزه همین کار رو انجام داده، این کندل قرمزه، یعنی اومده بعد از این کندل قرمز چارت حرکت کرده سمت بالا و ما میایم اینجا و محدوده رو انتخاب میکنیم و چیز رو نگاه کنید توی این قسمت انتخاب میکنیم این کندل رو و میبینید که توی ببینیم حالا نگاه کنیم توی آینده بازار ببینیم عکس العملی هم داشته به این ناحیه، هنوز بهش نرسیده و ما میتونیم این قسمت رو ببینیم که هنوز بهش نرسیده. خب جاهای دیگه هم بریم انتخاب کنیم. اینجا که چارت ریخته دوستان، اینجا که چارت ریخته دوستان کدوم کندل باعثش بوده؟ این کندل باعثش بوده، یعنی این کندله باعث این بوده. من اینجا انتخابش میکنم، دقت کنید از شادو بالا تا بادی و اگر و شادو پایین هم داره که شادو پایین هم انتخاب میکنیم، یعنی از اینجا تا به این قسمت.
دقت کردین؟ به این شکل ما محدوده های مهم چارت را مشخص میکنیم. دقت کنید چه عکس‌العمل هایی بهش نشون داده. اینجا رو ببینید. الان همین محدوده ای را که انتخاب کردیم رو اگر شما دقت بهش بکنید چندین بار اومده و بهش عکس‌العمل نشون داده. نگاه کنید، اینجا رو ببینید، نایا رو ببینید، نذاشته که بره بالا. درسته؟ بعد میریم جلوتر، اینجا شکنده، یعنی چندین بار که بهش برخورد کرده ما میبینیم که مقاومت کرده و بعد این رو شکنده و به سمت بالا حرکت کرده. خب بریم این قسمت هم میتونیم چون باعث شکست شده میتونیم انتخاب کنیم، اما نه رد میشیم از این مسئله. بیایم عقب‌تر ببینیم کجای چارت رو میتونیم براتون دیگه مثال بزنیم. البته وقت ویدیو هم رفت بالا. دوستان اگر سوالی بود توی کامنت حتما برای ما بنویسید که به اصطلاح این روشی که ما داریم خوب هست یا خوب جواب داده براتون یا جواب نداده. نگاه کنید این کندل شادودار باعث شده که چارت به سمت بالا حرکت کنه. دقت کردین اینجا. و همین قسمت رو هم اگر شما دقت بکنید چارت یک کم حرکت کرده بالا، دوباره برگشته بهش، باز پرتش کرده، دوبار اومده خورده بهش و چارت پرت شده به سمت بالا. شما میتونید به این شکل نگاه کنید. اینجا رو ببینید دوستان، اینجا رو ببینید، خیلی دقت کنید. نگاه کنید چه عکس‌العملی بهش نشون داده. اومده اینجا به این قسمت اومده پایین و دوباره رفته. اینو میدونید چند پیپه؟ همین قسمت یا این قسمت. نگاه کنید چطوری زیبا بهش عکس‌العمل نشون داده. حالا انشالله که ما درست توضیح داده باشیم. اگر متوجه نشدید خودتون برید روی چارت فیلم رو چند بار ببینید و انشالله که بتونید محدوده ها رو درست تشخیص بدید و بتونید پرسود باشید توی بازار. منتظر نظرات ارزنده شما هستیم دوستان. منتظر آموزش‌های بعدی ما باشید. آموزش‌های بسیار بسیار عالی و خوبی در راه داریم و همه تجربیات ماست. بتونم این تجربه‌ام رو در اختیار شما قرار بدم. من خودم رو معرفی نکردم. من رضا غلامزاده هستم و دارای سابقه 16 سال برنامه‌نویسی وب و اپلیکیشن و موبایل و حدوداً 5 سالی هم هست توی بازارهای مالی در حال ترید کردن هستم و تجربه‌ام رو دارم در اختیار شما قرار میدم. انشالله که این تجربه من بتونه به درد شما بخوره و به کار شما بیاد و شما بتونید توی بازار پرسود باشید. با امید پیروزی همه شما عزیزان. خدا نگهدارتون.